استاد سوال من همین بود که من در امر معروف فهمیدم که اگر زن بعد نماز 5 وقته در حق شوهر دعا نکند نمازش قبول درگاه خدا نمیشود. آیا همین حقیقت است همین حدیث؟ خواهرم درباره مخصوص که نمازت قبول نمیشود من یگان دلیل نمیدونم، در این باره یگان دلیل نمیدونم، ولیکن میدونید که از روی سنت ما پیش از سلام دادن دعا میکنیم رب اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات گفته، برای خود، برای پدر و مادر، برای تمام مؤمنان. و برای شوهر دعا کردن همین اخلاق خوب است. همسر تو از پدری فرزندانت است، یعنی برای شوهر حتما دعا کنید. بعضی مشکلی های شوهر یا خطاگی های شوهر است که هیچ اصلاح کرده نمی شود، میگوید دعا کنید خداوند اصلاح کند. و در قرآن هم خداوند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. به ما این دعا رو یاد میدهد که دعا کنید که خدایا فرزند مرا و همسر مرا نور چشم من قرار ده، با بودن آنها من به فرزند و همسری کسی اصلا هوس نخورم. یعنی دعا کردن برای شوهر خیلی خوب است، برای زن هم خوب است، ولیکن با قبول شدن نماز این هیچ رابطه ندارد. کدام نمازها قبول درگاه الله هست، کدامش نه، این را فقط الله یگانه میداند. یگانه الله میداند، این علم غیب است و این گونه یگان دلیلم نیست در این باره که همین گونه باشد که حتما باید دعا کنی، اگر نکردی به نمازت که حق پروردگار است و فرض است به آن خلل رسد.